ریزش مو انواع متفاوتی داره، مثل ریزش موی تلوژن یا ریزش موی کلی، ریزش موی آندروژنتیک یا ارثی هورمونی یا پترن، حالا اسمای مختلفی داره که در واقع به این صورت هست که حجم جلوی سر حالا توی خانم و آقا مدلش فرق میکنه. تو آقایون جلوی سر عقب میره و وسط سر خالی میشه. توی خانم‌ها این قسمت تاج سر کم کم موها نازک‌تر میشه و حجمش رو از دست میده. خب حتما نیازه که توسط متخصص پوست ویزیت بشن، آزمایش‌هایی لازمه که انجام بدن، علائم هورمونی پرسیده میشه اگر و حتما نیازه که درمان هورمونی مناسب براشون تجویز بشه. در کنار اون یعنی اینجوری نیست که به تنهایی من بگم که مزوتراپی، مزونیدلینگ درمان اصلیشه. نسخه مناسب توسط متخصص پوست تجویز میشه. در کنارش کارهای کمکی اضافه داریم مثل مزوتراپی، پی آر پی، ترکیبش با میکرونیدلینگ که حالا ما اصطلاح مزونیدلینگ رو براشون به کار میبریم. چرا درمان ترکیبی بهتره؟ چون نیدلینگ کمک میکنه هم دارو به صورت یک نواخت وارد پوست بشه، درد کمتری رو بیمار تجربه میکنه و به صورت یک نواخت تمام قسمت‌های سر دارو وارد میشه. در کنار اون نیدلینگ کمک میکنه باندهای فیبروزه‌ای که به تدریج در سر ایجاد شده باز میشه. خب نتیجه‌مون حتما بهتر خواهد بود به نسبت تزریق به تنهایی. و حالا حتما در کنار اون من به جز اینکه نیدلینگ انجام میدم تزریقم براشون در کنارش استفاده میکنم، ولی خب درمان ترکیبی حتما نتایج بهتری خواهد داشت. تعداد جلسات تکراری، یعنی اینجوری نیست که با یکی دو جلسه ما بخوایم به نتیجه برسیم، حتما از ابتدا توضیح میدیم بیمار همکاری داشته باشه، صبوری داشته باشه. برای این خانم محترم من 2 جلسه برات انجام داده بودم جلسات قبل. خب نتیجه خیلی خوبی داریم، همطور که کف سرش حالا اگر بتونیم نشون بدیم بیبی هیر داریم، از اون سفیدی در اومده و حالا حتما وقتی که تکرار کنم نتیجه بهتری هم خواهم داشت.